روی خانه هنرمند را دستگاه تجهیزات‌ها و قالین‌های بافته‌اش زیب می‌داد. در گوشه دیگری خانه باشد شاگردان و نبیرگانش مشغول قالین بافی بودند. قالین بافی صنعتی قدیمی خلق تاجیک بوده، پیدایش آن به عصرهای 16 و 17 راست می‌آید. گلیم اصلا متاع بسیار قبلی است که با تارهای اساس، دسته‌های الهیده ریشته به یکدیگر زیچ بسته شده‌اند. این کسب رو اول در آموزشگاه کسبی تکنیکی شهرمان رفته آموختم که در آنجا از ایران قالین بافا اومده بودن و این طرزی بافتن رو با ما آموزاندن. مدتی 3 ماه من این کسب رو از خود نموده و اومده همه دستگاه همه لوازمات هایش رو خریداری نموده برای بافتن قالین آغاز نمودم. منظوره حامید و یک از هنرمندان چیره‌دستی گلیم باف بوده، طول 4 سال اینجانب با قالین بافی و گلدوزی مشغول است. ارزش گلیم هایی که هنرمند آماده می‌کند از 5 تا 10 هزار سومانی قیمت دارد. خالای منظوره امروز با رغبت زیاد در حلقه شاگردان و فرزندانش با هنرمندی مشغول است و کسب خویش را اعلاتر می‌داند. نبیرگانش نیز الکی گلیم بافی را آموختند و برای کارهای ضروری دستگاه به بیبی خود کمک می‌کنند و دوام دهنده کسبش میباشند. حالا 2 نفر شاگردی من بسیار شاگردانی خوب میباشند که به طور تیز میبافند، چطور بافتنی، چطور بافتن، کدام رنگ ها رو پرداختن، همش رو به خوبی میدانند و به این کسب شوق و هوس کلان دارند. از روی نقل خالای منظوره اساس گلیم بافی را پود تشکیل می‌دهد. بلندی پود باشد از 3 تا 18 میلیمتر میباشد که زحمت و توجه خاص را طلب می‌نماید. گلیم بافی را او از دستخطهای ایرانی آموخته پس از آن کارکرد می‌کرده است. امروز خالای منظوره هرچند به نفقه برآمده باشد هم کسب خود را دوست می‌دارد. هنرمند در برابر گلیم باف بودنش رسام خوب نیز میباشد. منظوره حامید و نقشه دارد که سالهای نزدیک با دستگیری مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت سوخت مکتب خود را تشکیل داده به نسل جوان هنر گلیم بافی را آموزانیده این هنر را رونق و رواج دهد.